چرا این کدها رو به ما نمیگویند؟ السلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال راهنما هستید. با شما هستم من مبارز احدوف. در امروزه ویدیو درباره کد آیفون، سامسونگ و ردمی گفته میگذارم که یعنی میفهمید که در کجا اینترنت خوب کار میکند، انیخترش از خوب یا بد بودن موج تلفن این سیکرت کدها شما رو آگاه میکند. در یک جای راحت نشینید، ویدیو رو با یارو دوستان خوب فرستید و ما رو تا آخر همراهی کنید. در فون من داروهای شرکت دوا است که برای خریدن داروهای گیاهی میتونید به این رقم ها مراجعت کنید. خوب دوستان عزیز، تلفن سامسونگ رو میگیریم. در تلفن سامسونگ звездочка решетка 0011 решетка. اینجا سیم کارت یک یا دو رو انتخاب کنید. اگر تلفنتون دو سیم کارت داشته باشد، اگر یک تا باشد سرازه میبراید. RSRP نگاه کنید. هر قدر این رقم با پایان نزدیک شود به 90 این از خوب بودن موج خبر میدهد. اگر از 100 بالا باشد یعنی در اینجا موج کمی بیزیب است. حالا من در جای قرار دارم که موجش اون قدر خوب نیست. از همین حساب اینجا از 100 بالا نشان داده شده است. اکنون تلفن آیفون رو میگیریم. بچه‌ها، کسانی که بلیت در کنگره شما در کدام کنج و کنار راستی نباشید به همین رقم ها مراجعه کنید و شما بلیت ها رو با نرخ های دسترس گرفته طریق واتساپ روان میکنید. سلام علیکم، ما بلیت خریدیم از شرکت علابون. اینا سلام علیکم مردم، اینا از شرکت علابون بلیت خریدیم. میتونین از شرکت علابون تجیب خریدین ما بلیت رو. در آیفون باشد звездочка C01 решетка 1 2 3 4 5 решетка звездочка. بعداً ویزوف رو پخش کنید. در این پونکت یکم میدرویم. کمی پایان فرامده RSRP با این اهمیت دید. اینجا مینوس 105 نشان داده است که یعنی چه خیلی گفتم در جای من موج اونقدر خوب نیست. وقتی در جای موج خوبتر باشد این با 90 92 یعنی 95 همین طور نشان میدهد. اکنون تلفن ردمی رو میگیریم. در تلفن ردمی باشد звездочка решетка звездочка решетка 4636 решетка звездочка решетка звездочка. در ردمی هم سیم کارت یک یا دو رو انتخاب کنید. بعدا کمی پایان میفریم. در اینجا уровень سیگنال اهمیت دهید که در اینجا یعنی خوب یا بد بودن موج رو در اینجا هم نشان میدهد. این یعنی وقتی که به 90 نزدیک شد از این معلوم میگردد که در آنجا اینترنت هم خوب کار میکند و شما میتونید که با حضور اینترنت استفاده کنید. خوب دوستان عزیز، در آخر این سه تلفن رو در همین یک جایی که من قرار دارم همین کدها رو میزنیم و سنجیده میبینیم که از کدام همین ها یعنی موجش رو خوبتر نشان میدهد. نگاه کنید از آیفون، ردمی و سامسونگ. از این معلوم گشت که یعنی سامسونگ موج رو نسبت آیفون و ردمی خوبتر قبول میکرده است و چه خیلی میبینید در سامسونگ کمی این رقم پستر است. خوب دوستان عزیز، این بود ویدیوی نوبتی. امیدوار هستم که ویدیو برای شما معقول شد. با کانال ابونه شوید، ویدیو رو با یارو دوستان خود فرستید.